تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ و نواسخ، غیر از اینا بحث خب جهانهای موازی هم هست، بحث جهانهای مجاور هم هست، بحث جهانهای مسلسل هم هست و همه این جهانها و این تجربیات در این کیهان معنی میده. چند تا کیهان دیگه اینجا هست؟ بیشمار. تمام این جهانها و این کیهانها و کیهانهای دیگه همه رو هم در سطح ناسوته. در سطوح لطیفتر مثل ملکوت و جبروت و لاهوت و غیره باز هم بیشمار جهان و سطح تجربه و تجلی وجود داره. متوجه هستین؟ پس تناسخ یه چیز اینقدی کوچولوه و اینا در تناقض و تضاد با هم نیستن، اینا تکمیل کننده هم هستن و محدودیتی برای هیچ کدومشون وجود نداره. سلام به همگی. امروز میخوام پرده از یک مغلطه بزرگ بردارم. یک فرافکنی شیک و دهان پرکن که این روزها در سمینارهای به اصطلاح موفقیت و رشد فردی بدجور مد شده. نمونهش رو توی ویدئوی گزیده سمینار موج سواری بر امواج زندگی میبینیم. توی این ویدیو سخنران با مهارتی خاص معجونی از عرفان سنتی مثل ناسوت و ملکوت و جبروت رو با اصطلاحات فیزیک مدرن مثل جهانهای موازی، مجاور و مسلسل مخلوط میکنه تا در نهایت به شما القا کنه که سرنوشت محتومی وجود نداره و تو با آگاهیت داری مسیرت رو در این جهانها شکل میدی. اما بیایید این ژست علمی رو توی آزمایشگاه فیزیک و دانشگاه‌های تراز اول دنیا کالبد شکافی کنیم و ببینیم حقیقت چیه. بخش اول، غارت فیزیک کوانتوم به نفع خرافات مدرنه. سخنران توی این سمینار برای اعتبار بخشیدن به ادعای تغییر سرنوشت توسط ذهن، پای جهانهای موازی رو وسط میکشه. اما حقیقت علمی چیه؟ فرضیه جهانهای موازی یا دقیق‌تر بگیم تفسیر جهانهای متعدد که اولین بار توسط هیو اورت در سال 1957 در دانشگاه پرینستون مطرح شد، یک فرمولاسیون کاملاً ریاضی برای حل یک مسئله فنی در مکانیک کوانتومه. ربط این موضوع به ذهن شما، به ثروتمند شدن شما یا موج سواری روی امواج زندگی دقیقاً صفره. توی فیزیک دانشگاهی این ذرات زیر اتمی هستند که در فرایند واهمبستگی کوانتومی به حالتهای مختلف تقسیم میشن. این موضوع هیچ ربطی به تصمیمات روزمره انسان نداره. فیزیکدانهای بزرگی مثل شان کارول بارها هشدار دادند که استفاده از قوانین ذرات کوانتومی برای روان و زندگی انسان یک کلاهبرداری علمی آشکاره. جهانهای موازی فیزیک شعبه دیگری از آرزوهای برآورده نشده شما نیستند. بخش دوم، سالاد کلمات یا مغلطه خلط مبحثه. تکنیک بعدی این اساتید ردیف کردن کلمات سنگین پشت سر همه. جهانهای موازی، جهانهای مجاور، جهانهای مسلسل، ناسوت، ملکوت، لاهوت. توی فلسفه علم به این کار میگن خطای مقوله‌ای. شما نمیتونید مفاهیم شهودی عرفان شرق رو که ابزارش کشف و شهود درونیه بچسبونید به فرضیات فیزیک اخترشناسی مدرن که ابزارش ریاضیات پیشرفته و شتاب دهنده های ذراته. این شبیه سازی های فانتزی فقط برای اینه که مخاطب گیج بشه و پیش خودش بگه چقدر علمی و عمیق، در حالی که این دو مبحث توی دو تا سیاره کاملا متفاوت سیر میکنند. بخش سوم، توهم کنترل و مقصرانگاری قربانیه. سخنران میگه مکانیسم هستی اینجوریه که تو به مسیرت شکل میدی و سرنوشت محتوم نداری. ظاهر این جمله خیلی قشنگ و انگیزشیه، اما باطنش یک سم روانشناختیه. توی روانشناسی تجربی به این میگن ایجاد توهم کنترل. علم روانشناسی اثبات کرده که انسان‌ها عاشق این هستند که فکر کنن روی تمام پدیده‌های جهان کنترل دارن، چون این توهم اضطرابشون رو کم میکنه. اما بهای این توهم چیه؟ وقتی به مخاطب القا میکنی که تو 0 تا 100 جهان خودت رو میآفرینی، داری فاکتورهای حیاتی مثل ژنتیک، جغرافیا، ساختارهای کلان اقتصادی، شانس و تصادف رو کاملاً سانسور میکنی. نتیجه این میشه که اگر یک نفر توی فقر،
بیماری یا بدبختی دست و پا میزنه، طبق این تئوری‌های زرد مقصر خودشه، چون لابد فرکانس درستی نداشته. این بیرحمانه ترین شکل تجارت با روان انسانه. در پایان باید بیدار بشیم. سمینارهایی از جنس موج سواری بر امواج زندگی، پکیج‌های گران قیمتی برای فروش امید واهی هستند. علم واقعی به ما یاد میده که زندگی آمیزه‌ای از تلاش ما، مهارت‌های عینی ما، شرایط محیطی و البته بخش بزرگی از تصادفات و عدم قطعیت هاست. ما برای موفقیت نیازی نداریم ماتریکس رو هک کنیم یا تابع موج کوانتومی رو با ذهنمون جابجا کنیم. ما فقط نیاز داریم واقع بین باشیم، علم واقعی رو از دکان‌های شبه علم تشخیص بدیم، مهارت یاد بگیریم و روی زمین واقعی قدم برداریم. گول کلمات شیک رو نخورید. دکان موازی فروشی فقط جیب اساتید روی استیج رو پرتر میکنه، نه جهان شما رو. پیروز و واقع بین باشید.